شماهایی که اهل کباب و گوشت و اینجور چیزا نیستین، این ویدیو مختص شماست. برای سسمون روغن زیتون میخوایم، سرکه بالزامیک، نمک، فلفل سیاه، پوست لیمو هم میزنیم. سسمون میره کنار. کلم سفید رو از وسط 4 قسمتش کن. از سوسی که درست کردی بمال به کلمات. کلم تو برو کنار. یه چند تا چغندر پوست بکن، برش بزن تو سینی فرش. از سست بهشون بزن. ده 2-3 تا سس نزن، کار میره تو فرش. حالا میریم سراغ کلمات. یه پیاز رو خورد کن، برو تو همون مایتابه. قارچو از وسط 4 قسمت کن، برو تو مایتابه. 2 تا سیر نشاسته ذره. خاممون رو میریم، کمی سویا سس، نمک، فلفل سیاه. کلمه رو میری تو فرن. کمی نخود پخته پوست کرده، لبوی گریلی که سس نزدیم، یه سیر کوچولو چیلی، ساره کنجد یا همون طحینی، آب لیمو، فلفل سیاه، نمک، روغن زیتون.